به نام حضرت دوست. چون از حال بستان ای باد نوبهاری، کز بلبلان برآمد فریاد بیقراری. ای گنج نوش دارو با خستگان نگه کن، مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری. یا خلوتی برآور یا برقعی فروهل، ورنه به شکل شیرین شور از جهان برآری. هر ساعت از لطیفی رویت عرق برآرد، چون بر شکوفه آید باران نوبهاری. عود از زیر دامن یا گل در آستینت، یا مشک در گریبان بنمای تا چه داری. گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری. عمری دگر بباید بعد از فراق ما را، کین عمر صرف کردیم اندر امیدواری. بخشی از غزل لطیف حضرت سعدی شیخ اجل رو خوندیم در آخرین جلسه گلستان همیشه پرگل او. در آخرین وعظ و نصیحت سعدی می‌فرماید: دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آنکه داشت و نخورد و دیگر آنکه دانست و نکرد. انسانی داشته باشد و نخورد. عرض کردم خدمتون بارها که انسان‌ها در 4 گروه نسبت به مال دنیا تقسیم بندی میشن. پسترین آدم‌ها لئیمند، نه خود میخورن نه به دیگران میدن. یکم بالاتر بخیله، خودش میخوره ولی به دیگران نمیده. اما لئیم از همه بدتره، نه میخورد نه به دیگران میده. بعد از اون فرمودن کسی است که سخیه، خودش هم میخوره و به دیگران میده. اما کریم درجه بالاتری دارد که موصوف به اوصاف خداست، چون که موصوفی به اوصاف جلیل ذاتش امراض بگذر چون خلیل. موصوف به خداست، کریمه. گاهی خودش نمیخوره مثل یاران پیامبر، اما به دیگران میده و به دیگران میبخشه. اما مرتبه پایینتر از 4 گروه همان لئیمان هم که نمیخورن، دارند و نمیخورن، جمع میکنن مال دنیا را، در حالی که مال دنیا برای جمع کردن نیست. دوم آن کس که دانست و نکرد، میدونه و عمل نمیکنه. نکته‌ای که در اینجا داخل پرانتز خدمت دوستان عرض بکنم اینه که با توجه به حکایات حضرت سعدی و این پند آخرش، بعضی از مسائل ذو مراتبن مثل علم. نمیتونیم بگیم همه مردم در 100 علم دارن، بعضی بیشتر بعضی کمتر. این میگه مراتب داره. حسرت هم البته همینطوره. انسان‌ها حسرت میخورن در روز قیامت، در موقع مرگ، اما اون هم مراتب داره، یکی کمتر یکی بیشتر. اما یه نفر است که اصلا حسرت نمیخوره. این تعبیر خود سعدی است: بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در. هیچ کس نیست که از جهان بیرون بره و حسرت نخوره. بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. مگر اون کسی که عاشق شده. حضرت حافظ هم همینو میگه: عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق بشی تا بفهمید برای اون معشوق میشه پایینترها رو خرج کرد. انا اعطیناک الکوثر، ای پیغمبر ما به تو خیر کثیر دادیم. فصل لربک وانحر، برای ما نماز بخوان. تو کوچکتری، پایینتری، مخلوقی، در مقابل ما نماز بخوان. البته تن کافی نیست، باید عقل تو هم انکسار داشته باشه و قلب تو هم انکسار داشته باشه. اگر نشانه هاشو بعد بخوایم، بعد اینه که انسان بتونه از مال خودش قربانی کنه. وانحر، چیز پایینتر رو برای بالاتر قربانی کنه. ما نمیخوایم. لا ینال الله لحومها ولا دماؤها، خون و گوش به خدا نمیرسن، ولکن یناله التقوا، ولی اون که در دل توست میرسن. ما میفهمیم در دل تو چی میگذره. به همین خاطر شمس تبریزی میفرماید: عزیزان برادران، میگه یادتون باشه فکر نکنید خدا از بیرون به ما نگاه میکند. این تصور غلطه. خدا از بیرون به ما نگاه نمیکند. خدا در قلب است و از قلب به ما نگاه میکند، در درون قلبه. بنابراین اونجا نشسته و یحول بین المرء و قلبه. گاهی بین انسان و قلبش خدا هست. خطرهایی میگذره، خدا مواظب قلبای انسان هست. مواظب باشیم حسرتی برامون در دنیا نباشد موقع مردن که خیلی سخته. اما سعدی میفرماید بدترین حسرت ها اینه که یکی داشته باشه و نخورد، یا یکی دیگر بداند و انجام نده. کس نبیند بخیل فاضل را. اگر یه نفر بخیله اما فاضل هم هست، فرمودن فضلشو مردم نمیبینن که نه در عیب گفتنش کوشد. ضرورتاً این کارو میکنن، ضرورا مردم میکوشن تا اون عیبش رو بگن، به خاطری که بخل اینقدر بد، زشت، بدبوی که صفتهای دیگر رو میپوشونه. حتی اگر صاحب فضل هم باشه، کس نبیند بخیل فاضل را.
که نه در عیب گفتنش کوشد. هر که ببینه میگه این بخیله، فضلاشو نمیبینن، خوبیاشو نمیبینن. سعدی در حکایات دیگری که خدمت دوستان خونده شد فرمودن توانگری بخیل را پسری رنجور شد. پسرش حالش بد شد، گفتن یه نظری بکن پسرت خوب بشه. گفت باش چی کنم؟ گفتن که مصلحت آن است که ختم قرآن کنی یا از بهر وی یا بذل قربانی، یکی قربانی بکنی یا اینکه ختم قرآن. بچه خوب شد. بعد از اینکه خوب شد اینم تصمیم گرفته بود یکی از این دو کار رو بکنه. بخیل بود، گفت گله دور است و مصحف مهجور. بهانه آورد گالا تا گله رو بیارن خیلی طول میکشه، اما قرآن مهجوره، چند وقت کسی نخونده. اون دوستی که اونجا بود، صاحب دلی اونجا بود، گفت من میدونم چرا این کارو میکنه. این قرآن به مهجور بودن قرآن رحم نکرده، این از بخلشه. هزار الحمدو بگید بخونه میخونه، یک ریال از اینها جدا نمیشه. آنچه که به جان ما بسته است باید برای خدا بدیم. عزیزان و بزرگواران، خدا میتونست همه مردم رو ثروتمند بکنه. این در خزائن پروردگار بود، سختم نبود. همانطور که در بهشت همه مردم ثروتمندن، اینو میتونست این کارو بکنه. اما برای که درون ما آینه‌شو ببینه که ما چه جور موجوداتی هستیم، خدا یعلم فقیر قرار داد، آینه قرار داد. پس فقر و گدا آینه جود و بخل بشرم. اون وقت مشخص میشه که من کیم. من در اون آینه خودم رو میبینم. امتحان بشره، وگرنه خدا یعلم بسیار میدونه و بسیار میتونه که هر کار رو بکنه. بر کریمی 200 گناه دارد. حالا ببینید چی میگه. میگه اگر انسان کریم باشه، بخشنده باشه، گفتیم از مراتب 4 مرتبه انسان کریم بالاترین مرتبه رو داره. بر کریمی 200 گناه دارد، گناه هم بکنه، کرمش عیبها فرو پوشد. این کرمی که میکنه عیبهاشو کسی نمیبینه. نقل است که حاتم طایی، البته سعدی در باب حاتم طایی خیلی حرفا زد و خوندیم، گفت نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد بمان نام بلندش به نیکویی مشهور. زکات مال بدر کن که فضله رز را، اون اضافه درخت انگور رو، اینا اضافه است بعد بزنیم اگر میوه خوب میخوایم. زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. رم نکنید که خیلی کم میشه، فدای سرتون کم میشه. این کم شدن انگور بهتر میده، میوه پاکتر میده. زکات یعنی پاکیزگی، مال ما را پاکیزه میکنه، ایمان ما را پاکیزه میکنه، حال ما را پاکیزه میکنه. خدا یعلم در قرآن میفرماد که اون کسی که تزکیه میکند اون از بهترین و رستگاران همونه. قد افلح من زکاها، کسی که دنبال پاکیزگی هست. بنابراین سعدی میفرماید اینها رو، این نصیحت آخر رو گفتم، تمام شد کتاب گلستان. من نصیحتامو گفتم هرچی بود. البته سعدی بوستان هم داره، خوشبو، اونم البته بوستانه. حالا بوستان جایی که بوی خوش داره و گلستان جایی که گل داره. و اون کتاب هم البته همزمانی که رو مینوشت سعدی میفرماید این رو شروع کردم اما زودتر تموم شد. حال سفرهای حضرت سعدی. بعد میفرماید والله المستعان، من از خدا کمک گرفتم به توفیق باری، به توفیق اون خدایی که بارع است، آفریننده است. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی. عز اسمه، نامش بلنده، نامش عزیزه. در این جمله چنان که رسم مؤلفانه است، از شعر متقدمان به طریق استعارت تلفیقی نرفت. میگه شما کتاب رو بخونید، من از کسی دیگری آریه نگرفتم. اینطور نبود که شعر فلانی فلانی رو در اینجا بیارم. البته نظامی هم داره، میفرماد آریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. میگه من همونو که خدا به من داد همونو گفتم، آریه نگرفتم. هرچند گاهی آریه گرفتن ایرادی هم نداره، سخن بزرگ انسان بیاره. اما سعدی میفرماد اینقدر بود، اینقدر میرسید. خودش در جاهای مختلف میفرماد در اقصای گیتی بگشتم بسی. چقدر لطیف حرف سعدی. در اقصای گیتی بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. میگه من رفاقت کردم، این ور رفتم، تمتع زهر گوشه یافتم. میفرماد زهر خرمنی خوشه یافتم. میفرماد به دل گفتم از مصر قند آورند، بر دوستان ارمغانی برند. میگه من گفتم مردم که به شهرها میرن برای دوستاشون هدیه میبرن. بعد میفرماد مرا گر تویی بود از قند است، من درست شیرینی نتونستم بیارم چیزی برای مردم. میفرماد سخنهای شیرین تر از قند هست. و راست میگه، سخنهاش اینطوره. سعدی برای مسافرت میفرماید مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست. میگه شما مرد خدا باشید، هر جا هستید ملک خداست و ملک شماست. مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندان که میرود همه ملک خدایوست. آن که از توانگری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. یه مقدار این پوز فرعون بودن خودمون رو کنار بذاریم، میبینیم همه چیز در روی زمین دوست ماست و آشنای ماست و خدا همه اونها رو برای ما قرار داده. خب کهن خرقه خیش پیراستن، به حکایت برگردیم، به حکایتی که پایان گلستانه. میفرماید لباس کهنه خود رو بپوشیم، این رو به اصطلاح پینه بزنیم، پیراسته کنیم. بعض جامعه عاریت خواستن. عاریت مردم سخته، او رو میگه نگرفتم من.
البته شیخ باهی میفرماد گر نبود جامعه اطلس را دلق کهن ساترتن بس را. یه وقت لباس گرون قیمتی نبود فدای سرت، یه لباسی تو رو بپوشه بسه. بزرگی از خیابون رد میشد، قصابی صدا کرد خیلی وقت گوش نبردی، گفت پول ندارم. گفت حالا ببر بعدن پولو بده. گفت به نفسم میگم بعدن بهت گوش میدم، بهتره که هر روز به تو بگم بعدن پول میدم. پیش تو شرمنده نباید باشه، پیش خودمون شرمنده باشیم. مولا میفرماد در حمام رفتن مولانا روم، لباسشون که در آوردن دوباره پوشیدن. گفتن چی شد؟ گفتن تا حالا از هیچ کس اینقدر خجالت نکشیدن که از تن خودم. چه کرده بودم با این تن؟ با این تن ریاضت دادن، یعنی رنج دادن تا اینکه به مقاماتی رسیدن. بعد سعدی میفرماد قالب گفتار سعدی طرب انگیز است. راست میگه، شوخی کرده سعدی و حرف شیرین خوش بله افصح المتکلمین به سعدی میگن. خیلی حرف لازمه تا بخوایم انسان ساعاتی و روزهایی بخوایم وصف سعدی رو بکنیم. سعدی که فرمود ای پی خجسته که داری نشان دوست. حرفاش اینقدر لطیفن، اینقدر خوشبلن. ای پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست. فقط یه سخن بگونم، سخن دوسته. میفرماد در اوقات سعدی نگنجد ملال. شما گلستان سعدی رو بخونید، از بس طرب انگیزه و طیبت آمیز، خوشمزه است، شیرین، پاکیزه است، شما ملال نمیاره در حالتون. در اوقات سعدی نگنجد ملال که دارد پس پرده چندین جمال. شما هرچی میخونید بر پرده کنار میره. بعد میفرماد محقق همان بیندن در ابل. این ببینید نصایح سعدی چقدر لطیفه. یه بیت میگه ولی دنیایی میشه در موردش حرف زد. محقق همان بیندن در ابل که در خوبرویان چین و چگل. یه نفری بود آدم مردم رو فریب میداد، به دختری نگاه میکرد، بعد داستان میگه نقل میکنه، نگاه میکرد، گفتن چرا اینقدر بی دختر نگاه میکنی؟ گفت من دارم در سن خدا نگاه میکنم. وای مردی که اگه میخوای به سن خدا نگاه کنی، فقط سن خدا نیزی شطورم سن خداست، بینم نگاه کن. خدا گفته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. فقط دختران و زنانی که زیبارویان و خدا اینها رو اینقدر زیبا آفریده، فقط اینها با سن خدا البته زیبان. اما این بهانه‌ای که ما داریم در سن خدا نگاه میکنیم این نیست. افلا ینظرون الی الابل. سعدی اینو نصیحت میکنه. محقق همان بیندن در ابل، در گردن شتر، در گل، در آسمان، در همه اونها همون زیبایی رو میبینه که در خوبرویان چین و چگه. از چین بیارن و فلان جا بیارن، همه جا سعدی میفرماد همون زیبایی رو در شتر میبینه. نه در شتر، در هر چی، در ستارگان. خدا میفرماد انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. سرتو بالا کردی، نگاه کردی که خدا آسمان دنیا رو چقدر برای شما زیبا کرده، چقدر قشنگ کرده. اگر این اتمسفری که اطراف زمینه، جو زمین نبود، شما سنگباران میشدید. روزانه میلیونها سنگ، نه یکی، میلیونها سنگ ریز و درشت وارد جو زمین میشن، اما به زمین برخورد نمیکنن، چون در این استکاکی که با اتمسفر زمین به اصطلاح صورت میگیره اینا میسوزن و پودر میشن و ما نمیفهمیم. ما روزانه باریده میشه بر ما، روزانه 10⁸ برخی از اندیشمندان گفتن الکترون ولت فقط انرژی به سمت زمین میاد اما جو زمین اونها رو نگاه میداره. این همه اتفاقاتی که اون طوفان‌های خورشیدی با اون هم اتفاقاتی که در خود خورشید میفته به سمت زمین میاد، اشعه ماورای بنفش، مادون قرمز. ولی خدا الان ما رو حفاظت کرده. یکم کله آدم باید بالاتر رو ببینه. همه زیبارویات. این سعدی چقدر حکیم بوده، چقدر انسان دانشمندی بوده. گفت معانی است در زیر حرف سیاه. این کلمات سیاهی که ما می‌نویسیم میگه شما ولش کنید، زیرش یک معانی قشنگی است. چون در پرده معشوق، در میغ ماه، در میغ یعنی زیر ابر ماه، میگه اینها رو اینطوری بخونید. برقع و روبند رو کنار بزنید، فقط ظاهر نخونید. ببینید سعدی چی گفته، اینو کنار بزنید، روبند اینو کنار بزنید و بفهمید که سعدی چیکار کرد. خب ادامه میدیم. سعدی گفت قالب گفتار سعدی طرب انگیزه، شاد میکنه آدم رو و طیبت آمیز، شیرین خوشمزه است و پاکیزه است و کوته نظران را بدین علت زبان تن دراز گردد. اینا همش حرف میزنن که سعدی الکی حرف زده، اینا به چه درد میخوره؟ الان هم هستن همیشه. مولا میفرماد که من مصنوی رو شروع کردم به نوشتن، پیش از این کی نامه تا مخلص رسد، دودگندی آمد از اهل حسد. میگه این نفرا شروع کرد دود کرده مغزشون. تو چی میگه؟ چرا داستان میگه؟ آقا انسان مگه با داستان هدایت میشه؟ بله خدا در قرآن داستان گفته. قل هو الله احد، یعنی یکی بود یکی نبود. به همین سادگی، به همین زبان ما، یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. عارفی فرمودن، این جمله عارف یه بار دیگه گفتم و بازم میگم، اصلا 1000 بار آدم بعضی کلماتو گوش بکنه. گفت از یه عارفی سوال کردن آیا وقتی بوده است که فقط خدا بوده و هیچ چیز و هیچ کس نبوده؟ اون عارف گفتن چه سوالی میکنیم، مگر الان غیر از اونه؟ الان مگه غیر از اونه؟ الان مگه غیر خدا کسی هست؟ مگه شما فکر می‌کنید هستید؟ مگه شما فکر می‌کنید چیزی دیگری وجود داره غیر خدا؟ فقط خداست.
فقط الان هم همینطوره، بوده و هست. قل هو الله احد. بعد داستان بقره، داستان حضرت یوسف، داستان نمیدونم فلان حبیب نجار، همینجور خداوند داستان نقل کرده، گفته عزیزان من این داستان ها رو گوش کنید. ولی از هر داستان به قول مولا میفرد ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن بسان دانه است. معنی دانه است، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد در پوست گرچه گشت نقل. شما به پوست چه کار دارید؟ چرا اصلا مگه دو تا شغال با هم حرف میزنن؟ ما داستان جور کردیم براتون که شما بفهمید حال شما هم همینطوره، شما هم دارید همین کارو میکنید. ما داستان جور کردیم، سعدی هم همین کارو کرده. سعدی گاهی سفر کرده، داستان سفرشو گفته، اما بعضی وقتا سفر نکرده. ذهن زیبای سعدی سفر کرده و سفر ساخته و کلماتی که بی‌نظیرن، کوتاه ولی پرمعنی. سعدی میفرماد زبان دراز کرده، زبان بعضیا میفرماد که مغز دماغ بیهوده بردن، اونا گفتن و دود چراغ بیفایده خوردن کار خردمندان نیست. اینا گفتن چرا اینقدر شبا بیدار و مینویسه و فلان حرفا. البته دوستان بعضی صحبت ها از ظاهرشون شیرینه. این نکته هم سعدی بزرگ به ما فرمود. سعدی میفرماد چو خرما به شیرینی اندوده پوست. خرما میگه ظاهرش خیلی شیرینه، حواستون باشه چو بازش کنی استخوانی در اوست. یه مغز هسته داره، ولی اون هسته با وجودی که درخت میسازه، با وجودی که اون هسته میتونه درخت دیگه درست بکنه، اما حواستون باشه دندان شکنه. مواظب باشین شیرینی شما رو گول نزنه بندازید تو دهنتون فشار بدید. تو همون شیرینی ظاهر خرما، چو خرما به شیرینی اندوده پوست، ظاهرش خیلی شیرینه، فشار ندید دندان شکنه. بعضی از حرفا هم البته همینطوره. خب سعدی میفرماد اینطور گفتن، ولی حواست باشه لیکن بر رأی روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشان است پوشیده نماند. میگه اونها میفهمن، آدمای خوب روشن دل، اونهایی که صاحب دلن. میفرماد که در مرواریدهای موعظه های شافی را در سلک عبارت کشیده است. سعدی چه کار کرده؟ مروارید آمده اینا رو که شفا دهنده است و البته علاوه بر شفا دهندگی سعدی بزرگ میفرماد این زیبایی ها رو آمده در رشته در آورده، مثل دانه های تسبیح و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برامیخته. یه جا دیگه هم سعدی داره به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته. من حرفا رو گرفتم با اون قربال و علک معرفت اونو بیختم براتون، خوباشو در آوردم، همه رو ندادم، به درد نمیخورد بعضیا به درد نمیخورد، اونها رو نگفتم. بعد میفرماد تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند. الحمدلله رب العالمین. سعدی میفرماد خدا را شکر اینطور شد. این توفیقی است که در آخر کتاب سعدی این دعا رو میکنه. نصیحت داروی تلخ است باید که چون جلاب در حلقت چکانند. میگه نمیتونیم مزه کنی، نصیحت نمیشه مزه کرد، باید اینو تو حلقت بریزم مستقیم، یه قورت بدی دیگه نخوری، یعنی مزه نکنی. اما حرف سعدی رو عزیزان اگر میخونید، اگر تو خونه گلستان دارید غزل سعدی میخونید، هر چی از سعدی میخونید، اینا رو یه مرتی قورت ندید، مزه کنید با دهن، بذارید مثل یه شکلات، مثل یه چیزی که در دهان انسان گاهی یا آلوی ترش تو دهن انسان باشه، مزه. حرف سعدی رو اینطور بفهمید. فرمودن چنین سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. میگه چیز خوب میخواید بیاد پیش سعدی. یه کاری کردم، جلاب شکر رو با گلاب اینا رو قاطی کردم، اینا رو بدید بخوره، بچه کیف میکنه. البته نصیحت هم توش هست ولی نمیفهمه، مثل داروهایی که بعضی پزشکان میان درش طعم اضافه میکنن که بچه ناراحت نشه. خب ما نصیحت به جای خود کردیم. میگه ما وظیفه‌مون بود. خوی سعدی نصیحت چه کند گر نکند، مش دارد نتواند که کند پنهانش. من مش داشتم و نصیحت کردم، گفتم. میفرماد ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این به سر بردیم. ما مأموریتمون همین بود، خدا ما رو برای همین فرستاده بود. و ما علی الرسول الا البلاغ. سعدی میفرماد که گر بشنوی نصیحت و گر میفرماد که بشنوی به صدق، اگه نصیحت هایی که من میکنم اینها رو به گوش صدق بشنوی و قبول کنی، گفتیم و بر رسول نباشد به جز بلاغ. سعدی میفرماید که رسولان هم همینطور بودن، ابلاغ کردن. گر نیاید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. رسول دیگه فقط حصر داره. خدا هم در قرآن فرموده است که شما ما علی الرسول الا البلاغ، شما فقط بگید. در سوره مبارکه مائده به این اشاره شده. یا ناظرا فیه سلب الله مرحمتا علی المصنف و استغفر لصاحبی. ای کسی که داری نگاه میکنی به این کتاب، به این نامه‌ای که سعدی نوشته، سوال کن، گدایی کن از خدای عالم، از الله مرحمتی و رحمتی. برای کی؟ برای اینکه مصنف اون کسی که اونها رو نوشته که خدا او را بیامرزد و استغفر لصاحبی، طلب مغفرت کن. و اطلب لنفسک من خیر ترید بها من بعد ذلک غفرانا لکاتبه. طلب کن برای خودت خیر از جانب پروردگار، هر چی میخوای
اما بعد از اون طلب مغفرت کن برای کسی که کتاب رو نوشته. 2 بیت هم که برخی شارحین گفتن در گلستان نیست، ولی به هر حال برخی گفتن الحاقیه. اینم پایان سخنمون. لو ان لی یوم الطلاق مکانتا عند الرؤوف لقلت یا مولانا. میگه اگر برای من روز جدایی، روز قیامت، اگر مکانی باشد، ارزشی باشه، خدا بپذیرد. البته این بزرگان اینقدر نام بزرگی داشتن، سفر خوب کردن. یه دوستی تعریف میکرد، میگفت که حیف، از یکی سوال کردن شما چقدر سفر کردید؟ گفت من 50 کشور دنیا رو رفتم. گفتن که خب چی تعریف کنید از اون؟ گفت در تعریفی که نیم ساعت برامون تعریف میکرد 28 دقیقه در مورد غذاهای مختلف اون کشورها بود. خورده و کثافت کرده و آمده. میفرماند ولی سعدی سفر کرده، همچین گلستان‌های بیادگار گذاشته. حتما روز قیامت اینها عزیزن. نظامی بزرگ فرمود، این حرف نظامی خیلی حکمت آمیزه. گفت پیش و پسی بر صف انبیا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. میگه من اینطور میبینم، حکیمه، میگه من اینطور میبینم که روز قیامت پیش فقط پیغمبرانن، پشت سرش این شعرایی هستن که حرف خوب گفتن و سخن خوب گفتن و توصیف خوب کردن از پروردگار. حضرت امام غزالی میفرمایند 2 بیت از فردوسی خونده بود، گفت که من تمام آثار خودم را حاضرم بدم اینو بفهمم که فردوسی بزرگ میفرماد ز روز گذر کردن اندیشه کن، حواست به روز مردن باشه. پرستیدن دادگر پیشه کن، اونو بپرست، حواست به اون باشه. توحید یعنی همین، توحید یعنی همین. بنابراین افلاطون هم میگه شاعر اینطور، شاعر افلاطون در کتاب، در رساله آیون خودش میگه که میگه در خداوند اگر بخواد با بشر حرف بزنه، خدا در سکوت کامل حرف میزنه، در سکوت کامل. حتی اگر خدا بخواد به بنده خودش سلام بکنه، سلام صدا نداره، صدای خدا حالتو خوب میکنه. یعنی سین و لام و الف و لام میم مثل ما نداره، اما حال ما خوب میشه انگار خدا به ما سلام کرد، حالمون خوش میشه. چرا بعد از دعا اینقدر انرژی داریم؟ خدا در دل ما نور ریخته. چرا بعد از نماز حالمون خوبه؟ چرا وقتی عبادت میکنیم، روزه میگیریم، حالمون اینقدر خوبه؟ چرا بعد از قربانی انبساط روح داریم؟ خدا اینطوری خودش رو نشون میده، حال آدم رو خوب میکنه. ما دنبال همینیم. اما آیون، در آیون اونجا افلاطون میگه خدا اگر بخواد با بشر حرف بزنه، از زبان پیغمبران یا از زبان شعرا. بعد سعدی میفرد من به خدا روز قیامت این در رؤوف، پیش خدای رؤوف اینو میگم، انا المسیء و انت مولا محسن. میگه من خیلی روسیام، گناهکارم، اما تو مولایی و نیکوکاری. ها قد اسعت و اطلب احسانا، من از تو احسان میخوام. حضرت مولانا روم هم یه بیتی دارن، اون رو هم بگم و ختم گلستان سعدی. حضرت مولانا میفرماد که عفو کن بر بندگان تن پرست، عفو از دریای عفو اولاتره. تو دریای عفوی. یه بزرگی هم گفتن این به خاطر امید و حالمون خوب بشه میگم، بزرگی فرمودن خدایا روز قیامت اگر بشه، من به تو میگم ببخش، گناهی نکردم به اندازه رحمت تو بشه. بی نهایت رحمت داری، ما مگه چقدر میتونی گناه بکنی؟ چقدر میتونی گناه بکنی؟ گناه به همین خاطر حافظ میفرماد خیلی از گناه که انجام دید نترسید، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعتت دست نیاید گناهی باید کرد. گاهی گناه باعث میشه که انسان اشک بیشتری برزه، توبه بیشتری بکند. کثیر و توبه کثیر المعصیه است. اما خودمون رو همیشه گناهکار و تقصیرکار بدونیم. حافظ بزرگ فرمودن که گناه اگر چه نبود اختیار تو حافظ، خدا در وجود ما ماده معصیت قرار داده، حرص دنیا قرار داده، طمع قرار داده. در وجود حیوان نیست، در وجود اونها نیست، در وجود ما قرار داده. گناه اگر چه نبود اختیار تو حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. از اینکه حوصله به خرج دادید ممنون و متشکرم. سبحان الله.